داداش زهرا زنگ زده میگه اگه یه روزی دست و پات بسته است تعجب نکن. میگم چرا چی شده؟ میگه هیچی، دارم تمرین میدم واسه تسلط تو ادامه زندگی. حاجی من نمیدونم شوهرشم یا کارآموز BDSM خانواده‌شون. حاجی یه دونه هم شلاق تازه بهم داده. داداش زهرا امروز زنگ زده میگه مامانم فهمیده با همین. میگم خب که چی داداش ببخشید. میگه هیچی، فقط گفته اگه قرار داماد ماشی باید یه شب با بابا ماشی. حاجی آقاش کیه؟ عزیز دلمو اجده ها یار خوشگلمو اجده ها. حاجی ندا گفت اگه واقعا عاشقم یه شب بعد بیای خونمون. حاجی رفتم گفت بیا بشین اینم فیلم عقدم بزنم. داداش زهرا امروز زنگ زده میگه بابام راضی شده بیای خواستگاری. میگه فقط باید باش بری همون ببینه خجالتی نیستی. حاجی من میگم آقاش گیه، تو میگی نه. عشقم اینجا چقدر قشنگه، تا حالا با کسی اومدی اینجا؟ نه عشقم فقط تو رو آوردم اینجا. آره با بقیه رو میبردم خونه فقط میکنم.